شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیوی آزادی به صحبت امروزه که به آزادی بیان در تاجیکستان بخشیده شده است خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این صحبت در شهر پراگ هستم و مهمانان ما روزنامه‌نگاران عدالت میرزا مؤسسی هفته‌نامه ملت، خوش آمدید به صحبت امروزه، و همچنان روزنامه‌نگار شهلای اکابر، مؤسس و رهبری سازمان غیر دولتی خامه. شما هم به گفتار خوش آمدید. سوالی که امروز مطرح نموده ایم این است که آیا در تاجیکستان واقعا آزادی بیان و آزادی مطبوعات من جمله وجود دارد؟ در گزارش سالانه سازمان خانه آزادی یا خود فریدم هاوس، تاجیکستان در گروه کشورهای آزاد شامل نیست، اما در عین زمان حکومت تاجیکستان میگوید که در یک مدت کوتاه تاریخی موفق شده است که در تاجیکستان ساخت دولتداری دموکراتی پایه‌گذاری نموده، اساسهای آزادی‌های انسان یعنی از جمله آزادی بیان را تأمین کرده است. این است دلیل حکومت. تا کدام حدود این آزادی بیان هست؟ سوال اولی من به مهمانمان عدالت میرزا. اگر ما در قیاس نبینیم آزادی بیان، اگر بگوییم که آزادی بیان در تاجیکستان وجود ندارد اشتباه نخواهیم کرد. زیرا آزادی بیان چی است؟ آزادی بیان یا آزادی سخن این است که آنچه که فرد فکر میکند و او حرف دلش باید بگوید و او امین حرف را بشنود. متاسفانه وقتی که حتی وکیلان نزدیک به حکومت تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان اعتراض دارند که اونها را در طریق شبکه‌های تلویزیونی کشور نمایش نمیدهند، این خود عدم آزادی بیان در تاجیکستان است. وقتی که ببینید، وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ادعا دارد که 40 ساله می شود و حکومت این ادعا را دارد که نه، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40 ساله نشده است. حداقل این که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40 ساله نشده است باید طریق شبکه‌های تلویزیونی، طریق رادیوهای سراسری کشور شنوانده بشود. متاسفانه اصلا در این مورد نه حرفی مقابل و نه حرفی جانبداری شنیده نمیشد. پس مادامی که دسترسی همه به رسانه ها، به خصوص به رسانه های الکترونی، به خصوص به رادیو تلویزیون و رادیو تلویزیون سراسری کشور وجود ندارد، ما نمیتوانیم این ادعا را داشته باشیم که در تاجیکستان 100% آزادی بیان وجود دارد. به هر حال ولی خانم عدالت، طوری که گفتم حکومت میگوید که حزب‌های مخالف دولت آزادانه وجود دارند. حزب‌های سیاسی و ژورنالیستان مستقل یا افراد علاهیده میتوانند فکر خود را آزاد بیان کنند، آن چیزی که اگر ما مقایسه هم گیریم با بعضی کشورهای همسایه وجود ندارد. شهلای اکابر، شما هم به سخنان عدالت و سخنان من راضی هستید؟ البته با کلی نمیتوان گفت که امروز هست آزادی بیان در تاجیکستان، اما اون آزادی بیان اون پیش از همه با آزاد گفتاری ژورنالیستان انجام نمی‌یابد. آزادی بیان این جریان مثبت‌هایی هست در جامعه که پیش از همه وابسته است از تحمل پذیری سیستم سیاسی. دیگر اینکه وابسته است که تا کدام اندازه در اداره دولت ما مستقل هستیم و حفظ شأن و شرف انسان در این جامعه در کدام سطح و صفت است. و البته این اون مسائلی هست که در اونجا مشکلات هنوز زیاد هست و اما وقتی که در مقایسه با همسایه ها نگاه کنیم، عدالت بسیار درست گفتن که در بخش وسایل اخبار الکترونی مشکلات زیاد است و آزادی قریب که موجود نیست، اما در قسمت وایچوپی من فکر میکنم که در مقایسه با کشورهای همسایه وضع در ما خیلی بهتر است. واقعا یکی از پهلوهای مهم آزادی بیان مطابقت رسانه ها به تقاضای زمان است و به فکر من اگر هر یک رسانه‌ای که میخواهد مشتری خود را حفظ کند باید در چند پلتفرم کار کند. مثلا
هفته‌نامه ملت وقتی که یک بار در یک هفته میبراید، یعنی در دوام یک هفته با خواننده خود اگر تنها در فکر نشر چاپی باشد یک دفعه با خواننده خود در ارتباط است و اگر آن در اینترنت و یا گویم پلتفرم های دیگر یا تلویزیون است یا رادیو است، اگر آن دسترسی به آن بیشتر باشد البته برد خواهد کرد. در مجموع با فکرم درست‌تر می‌بود اگر مسئله رو نه تنها در پای آزادی بیان مونیم، مشکلات بیشتر سر کادرها، سر متخصص‌ها است، چه در تلویزیون‌های مستقل و چه در تلویزیون‌های دولتی، و اون سطح و صفت و برنامه‌ریزی و مسئله گذاری که امروز در وسایل اخبار الکترونی است، از اون بیننده زیادتر چیز رو انتظار است، چون که امروز انتخاب خیلی زیاد دارد، میتواند از طریق محوره استفاده کند، با دسترسی داشته باشد بیشتر از 1000 شبکه‌های تلویزیونی، میتواند از طریق اینترنت تماشا کند، میتواند از در نواحی نزدیک سرحدی امکانات خیلی زیاد است و دسترسی هم هست به تماشای برنامه‌های تلویزیونی همسایه کشور که در سطح و صفت از ما پیش رفتن. بله شهلا، من با شما راضی هستم، ولی در تاجیکستان چندین ده ساله مکتب‌های خیلی توانای ژورنالیستیک وجود دارند. آیا این ژورنالیستانی که تحصیل میکنند جوابگوی معیارهای شما نیستند؟ ببینید، تاجیکستان تنها مشکلی آزادی بیان ندارد، بلکه تمام جبهه‌های تاجیکستان پر از مشکل است، بخصوص ساحه معارف. و هر سال دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه اسلامی تاجیکستان، دانشگاه‌های دیگر در منطقه های تاجیکستان کادرهای ژورنالیستی آماده میکنند، اما متاسفانه اینها تعدادی دیپلمدارای هستند که اصلا کمتر به رسانه ها جلب می شوند. شاید از بی‌هنری است، شاید از کمبود دیگر جهت ها هست، ولی متاسفانه هنوز هم در مطبوعات مستقل تاجیکستان، در رسانه های مستقل تاجیکستان، باز هم اونهایی که باری دوش ژورنالیستیک را بر عهده دارند این کادرهای زمان شوروی هستند، کادرهای هستند که دیگر دارن پیر میشوند. متاسفانه کادرهای جوان خیلی محدود هستند، نمیگویم که نیستن ولی خیلی محدود هستند. حتی ببینید این خودش که در هفته خیلی از رسانه ها نشر میشوند که مطالب خواندنی کم دارن، خودش درگوی اون است که ما ژورنالیستیک تاجیکستان مواجه کادرهای حرفه‌ای است، مواجه بحران، یعنی بحران کادرهای بله، مواجه بحران کادرهای حرفه‌ای است و متاسفانه اون کورس های آموزشی هم که برای کوتاه مدت در تاجیکستان برگزار میشن اکثریت به زبان غیر ملی، غیر تاجیکی تدریس میشوند که متاسفانه نسل جدید تاجیکستان زبان روسی را به قدر کفایت نمیدونن. خب شهلا، کورس های شما یعنی به زبان روسی هستند اکثرا؟ کورس ها میشن به زبان روسی، میشن با زبان انگلیسی و اکثر با ترجمانن و مشکلات سری اون است که امروز اون سطح و صفت استادانی که ما دعوت میکنیم به این کورس ها متاسفانه در تاجیکستان کم نفرانی هستند که میتونن به این سطح و صفت درس بگوین. اولا دیگر اینکه وقتی که درباره کادرهای ژورنالیستی میگوییم این مشکلاتی هست در تمام جبهه‌های حیات ما رو فرا گرفته است و پیش از همه مشکلات سر به واسطه ژورنالیست خوب بودن و نبودن اون متخصص نیست، پیش از همه مشکلات سر اون است که یک بحث هم داشتیم چند سال پیش ما با استادان خود از فاکولته ژورنالیستیک، وقتی که من میگفتم که برای ژورنالیست خوب شدن شرط نیست که فاکولته ژورنالیستیک رو ختم کرد، وقتم نشون داد که در حقیقت بهترین ژورنالیست‌ها هستند که دانش‌های خوبی بازوی دارند و اون نفرایی که دانشجوی خوبی بازوی دارن متاسفانه در اکثر موارد یا میروند بیرون از کشور یا میروند به کسب‌های دیگر، چون که در ساحه ژورنالیستیک امکانیت خوب پول کار کردن ندارن و اون نفرایی هم که دانشجوی خوبی بازوی دارن میروند به ساحه بیزنس صاحبکاری خرد و میانه و متاسفانه هم هست اینجا مشکلات در منیجمنت هم وجود دارد در وسایل اخبار عامه که هنوز هم وسایل اخبار عامه رو همچون یک جزئی بازار
ما هنوز به این چیز عادت نکردیم و از این امکانیت های بزرگ استفاده کردن رو ناموختیم و تا حاضر هم برای خود نمیتوانیم اقرار شدن که در حقیقت هم وسایل اخبار عامه این هم بیزنس است و اگر این بیزنس است پس باید با قانون های بزرگ کار کند. ولی ببینید آقای اسکندر، یک لحظه من با همین گفته خانم شهلا راضی نیستم که گویا که مطبوعات یا که رسانه های تاجیکستان منیجمنتی پرقدرتی ندارن. ببینید من فکر میکنم که ژورنالیستیکا این عشق است، یعنی کسی که اگر دردی ژورنالیستی دردی نوشتن داشته باشد او نه به خاطر پول یا که به خاطر چیزی دیگر می نویسد، بلکه این عشق اون مجبور میکنه که با رسانه ها همکاری داشته باشه، خود در ساحه حقوق کار کند، خود در ساحه ساختمان کنه و در هر ساحه دیگری که کار بکنه. من فکر میکنم که تاجیکستان یک بازار بسیار کوچک است. داشتن یک نشریه رکلام برای تاجیکستان کمی است و داشتن دو تا زیادتی است. بعد ببینید تاجیکستان درست است که رسانه های تاجیکستان مشکلات مالی دارند. از یک سو نشریه های حکومتی یا رسانه های حکومتی را حکومت تامین میکند، با پول و با دستگیری میکند، سرپرستی میکند. برخی از نشریه ها را بخصوص مطبوعاتی بخصوص رسانه های غیر تاجیکی را سازمان های بین المللی، امریکا، سازمان امنیت همکاری اروپا، بنیاد ساروس و غیره ها سرمایه گذاری میکنند و در این میان رسانه خودجوش، رسانه های مستقل در وسط در این مابین کارزار این دو بازار مفلس میمونند و برای همین باعث اون میشود که این هم یک ضربه مهلک به ستون مهره مطبوعات ملی و مطبوعات مستقل خواهد بود. تشکر. و میخواهم حالا با چندی از سوالهای خوانندگان سامانه جواب دهید. یک خواننده که نام خود را البته نگفته است، با فکرم به شما خانم عدالت سوال می‌دهد که یک سال پیش هفته‌نامه ملت را وزارت کشاورزی گوسود کرده وادار نمود که جبران سپارد، بعد قرار سود تغییر یافت. همان پول را سپرده بودید یا پیش از پول سپاری قرار سود دیگر شد؟ خانم عدالت. محترم به نام، خوشبختانه نتوانستند که ملت را گوسود کنند، چون اراده ما با این مانع شد. اگرچه حتی سازمان های دفاع از حقوق ژورنالیستان و آزادی بیان خیلی پسیمیستانه در این مورد با ما صحبت ها داشتند، اصلا هیچ باوری به پیروز شدن ما نداشتن، ولی ما با اراده خودمان نشان دادیم که واقعا یک نشریه مستقل میتواند که از حق خود دفاع کنه. ما با تنهایی بدون سر صدا کردن با سازمان های بین المللی، بدون بیانیه های خشک خالی سازمان های مدافع آزادی بیان، ما توانستیم که نشان بدهیم که یک گروهی مستقل و یک گروهی دارای فکر، دارای عقیده متین میتوانند که پیروز بشوند و خوشبختانه این پیروزی ما باعث اون شد که رسانه های مستقل گام های مستحکمتر در بیان اندیشه و بیان عقیده ها داشته باشند. بله خانم بخصوص در انتقاد منصبداران. بله خانم عدالت، من میخواهم در همین لحظه وقتی که من برای این صحبت امروزه آمادگی میگرفتم، من نوارهای یک سال پیش را یک بار تماشا کردم. بیاید حالا همراه ببینیم که شما یک سال پیش وقتی که حکم این سود، حکم این دادگاه صادر شد و شما را جریمه کرده بودند، شما چی میگفتید؟ حکم غیر عادلانه و غیر قانونی دادگاه ناحیه فردوسی هیچ تأثیری به فعالیت ژورنالیستی ما ندارد و برعکس برخورد ناعادلانه دادگاه
دست دل ما رو به فعالیت ژورنالیستی بیشتر میگردونه و ما راهمونه برای فاش کردن کمبودهای جامعه از جمله فساد زدگی در نهادهای دولتی ادامه میدیم. تشکر. یعنی 1 سال پیش هم شما در همین قول خود بودید. و یک سوال دیگر که احتمال به فکرم به شهلای اکابر است. چرا تا امروز در تاجیکستان یگان تلویزیون مستقلی که واقعا تمام کشور را فرا گیرد وجود ندارد؟ چرا خودسری های خدمات علاقه بی‌جزا میمانند و غیره و هاکذا که اصلا فوتبال آزادی بیان است به قول این خواننده که مراد نام دارد و از حصار است؟ شهلا شما تا جایی میدونم حداقل 5-10 سال اخیر با تشکیل رسانه‌های مستقل الکترونی از جمله تلویزیون و رادیو در گوشه‌های مختلفی تاجیکستان مشغول هستید. مشکل چیست به فکر شما؟ اصلا من فکر میکنم که از اون سایت بندی هایی که چه مدت اخیر بسیار مد شده است، من فکر میکنم که این یک جریان بسیار خطرناک برای امنیت اطلاعاتی کشور است پیش از همه. چون که امروز برای اون نفری که عادی‌ترین امکانیت و استفاده از کامپیوتر رو دارد، بستن سایت این مشکلات نیست الکی. مثال فیسبوک، کوشش بستن شبکه سیاسی فیسبوک در شبکه اجتماعی فیسبوک در سال گذشته شماره مشتریان فیسبوک در تاجیکستان از 24,000 به 41,000 رسید. این هیچ تأثیری نرسون این بستن این سایت ها. در مسئله سوال دویمتون بود اسکندر اطراف واوی مستقل یا چی؟ بله. درباره اون بود که تلویزیون مستقل در تاجیکستان که تمام کشور را فرا گیرد وجود ندارد. یعنی تلفن های مستقل، تلویزیون های مستقل تنها در محل های علاهیده و خرد و ریزه مثلا در یک ناحیه است یا در یک شهر است، ولی تلویزیون عمومی دولتی که تمام کشور را فرا گیرد و آن مستقل باشد وجود ندارد. اون تلویزیون های مستقل که امروز در تاجیکستان هستند متاسفانه خیلی ضعیف هستند. چی بعضی تکنیکیشون، چی بعضی متخصصشون خیلی ضعیف هستند و از اونه که امروز پیدا نمی شود تلویزیون مستقل عمومی ملی، یکمش که ناشفاف بودنی این جریان است و قریب که امکان داشتن دسترسی به اجازت نامه و دیگر این هم باز هم مشکلات کادری هم هست اینجا. و خب یک شنونده دیگر سوال کرده است که آیا شما هم از تحریم آزادی که شورای وسطای اخبار عموم و دیگر ژورنالیستان اعلان کردند طرفداری کردید؟ راستی من این رسمی هیچ کجا ندیدم و در مجموع فکر شخصی من این است که اون تحریمات مانند است و همون سایت بندی های این چی معنی دارد. مثلا نیست فکر میکنم. باید اون راه را پیدا کرد که چطور به اون ژورنالیستان کمک کند، باید رادیو آزادی فکر کند که چطور به عبدالقیوم قیومزاد کمک کند اگر حکومت تاجیکستان نمیخواهد که او را اکریدیتاسیون کرد و به مانند این ژورنالیستان دیگر باید پیش از همه همکسبان خود کارمندان خود را حمایت کنیم و فکر کنیم که برای انکشاف و چه امکانیت میتونیم دادن برای فعالیت من بعده ایشون. اما این تحریمات چی معنی دارد و چی میتید من رو اصلا نمیفهمم. شما چی عدالت؟ خانم عدالت. خب ببینید تحریم این راه آخرین انتخاب است من فکر میکنم، ولی فکر نمیکنم که برای حل پیش از تحریم اقدامات جدی گرفته شده باشه و در مورد همراه شدن با تحریم ها هیچ کس به ما رسمی مراجعت نکرده است. ما سازمانی بین المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان افروز را هم داریم که تا حال هیچ بیانیه هیچ فرد مورد گفتگو یا که دعوت ما را به این تحریم ها نکرده است. خب ولی مراجعت کنن بعد اون وقت میبینیم که باید چی کار بکنیم. ولی من فکر میکنم که در تاجیکستان مقال یک بام و دو هوای فضای ژورنالیستی را فرا گرفته است. متاسفانه وقتی که درد بروز میکنه از یک جا، در اول ما به اعتباری میکنیم. ببینه همین محمد یوسف اسماعیلوف اگر اشتباه نامش نگرفته باشم از ناحیه اشت جبرانی جای همه ژورنالیست های تاجیکستان رفت زندان نشست، ولی متاسفانه در هیچ جای
نه سازمان های دفاع از ژورنالیستی نه سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان از اون نام نمیبرن، در حالی که همراه او آقای اورونبای عثمانوف از خبرنگار بی بی سی بود که بعداً خیلی براش رسیدگی صورت گرفت، حتی مکافات پولی خوب هم گرفت. ولی متاسفانه درباره اون نفری که در یکی از محلهای دوردست تاجیکستان زندگی دارند نگاه ما یکسان نیست. ما یکسان نگاه نمیکنیم که یعنی حق خبرنگار چی در محل دوردستترین باشه چی در یک رسانه بین المللی باشه باید برابر. البته خانم عدالت ما بودیم دائما با او، ما دائما از زمانی که دادگاه شد و محبس کردند. خب حالا من یک رسانه را در نظر ندارم، در مجموع اونایی را در نظر دارم که این سازمان ها با نام آزادی دفاع از آزادی بیان در کشور از نام ملت تاجیک پول دریافت میکنن، گرانت دریافت میکنن و او سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان هم با همین دعوی در تاجیکستان در چوکی سفارتخانه ها نشستن و من فکر میکنم که قبل از همه زیر سوال رفتن آزادی بیان در کشور بستگی به همین نادرست ارزیابی کردن آزادی بیان از سوی همین سازمان های مدافع آزادی بیان است. خب و باز یک سوال، یکی از خوانندگان ما که نامش را نگفته است میپرسد که شما از روزنامه نگار رجب میرزا طرفداری میکنید در انتخابات و اون هم هفته روان اگر خطا نکنم داوطلب کرسی پارلمانت و مجلس نمایندگان از ناحیه واسع است. خب رجب میرزا از هم پیشگان ما است، از اونایی است که با سخن سر کار دارد و اگر رجب نیازمند به کمک ما می بود حتما مراجعت میکرد. در اون وقت من میتونستم که موقع خود من در این مورد بیان بکنم. و حالا میخواستم درباره تهمت صحبت کنم. یک سال پیش ماده تهمت از کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان بیرون شد، آن را به کودکس مأموری وارد کردند، ولی در همین یک سالی که گذشت آیا حیات روزنامه‌نگاران بهتر شد؟ 2 ماه پیش من صحبت داشتم با مؤسس امروز نیوز رستم جانی در همان روزی که آنها را 50,000 سامانی جریمه کرده بودند و اون هم خیلی شکایت زیاد داشت. ببینید وقتی که اینم پرابلم ژورنالیست که تاجیک است که وقتی که نشریه های مستقل پوری مکتوب های کشاده بر رئیس جمهور هستن که از بالای دادگاه ها شکایت میکنن، ولی متاسفانه هیچ تحقیقات ژورنالیستی در موردی واقع بین بودن دادگاه ها، آزاد بودن دادگاه ها در رسانه ها در این سالهای اخیر نشر نشده است. یعنی ما نتونستیم که یک چهره واقعی دادگاه های تاجیکستان را انعکاس کنیم در رسانه ها و فکر میکنم که اینکه دادرس گوش نمیکند این برمیگرده به خودی فراستی همون دادرس و برمیگرده به خودی تفکر اراده همون دادرس که از چی آبخور آب میخورد. ولی این که دادرس گوش نمیکنه دیگه این آخری کار نیست. زینه های بالایی است، زینه های بعدی دادگاهی است، بعدش هم دیگه دادگاه های بین المللی است که باید که ژورنالیستا به خاطر انعنه شدن این کار، یعنی دست یافتن به حقیقت، باید دست پنجه نرم کنن. شهلای اکابر، شما در این باره چی فکر دارید؟ تشکر. اینجا بسیار سوال با مورد بود. وقتی که درباره آزادی بیان ما صحبت میکنیم اطراف غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر در قانونگذاری تاجیکستان، من میخواستم در ادامه صحبت عدالت پوره کنم این مسئله رو که دعوا دارن از اونی که اکثر سازمان های ژورنالیستی تاجیک
به خاطر دریافت گران نزد کدام سفارت‌های و سازمان‌های بین‌الخلقی در می‌کوبند و فقط به خاطر آوردن فایده. من می‌خوام اینجا اضافه کنم که بسیار خطاگی سخت می‌کنند، چون که وقتی که درباره محمد یوسف اسماعیلوف صحبت می‌کنند که اون بیچاره است از دیها و اورنبوی عثمانوف مبلغ زیاد گرفت، اورنبوی عثمانوف را اون مبلغ زیاد اون دستگیری رو بواسطه کرد BBC. یکمش. دوم اون که محمد یوسف اسماعیلوف تا به کدام درجه رسید و قرار نهایی سود درباره بستن جریمه خاتمه یافتنش، این به تشبث محض اون تشکیلات ژورنالیستی بودن که به همین منوال انجام یافت این قضیه. و دیگر اینکه درباره غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر وقتی که صحبت میکنیم، من فکر میکنم که این پیش از همه یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ تشکیلات ما بود که از سال 2005 سر کرده ما در مدت 7 سال برای غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر فعالیت خیلی گسترده و زیادی داشتیم، چه با شاخه های دولت، چه با ژورنالیستان، چه با اکسپرت‌های کارشناسان بین‌الخلقی. در این فعالیت خیلی گسترده بود که در مدت 7 سال انجام داده شد و خوشبختانه من فکر میکنم که این پیروزی ما بود که این دو ماده تهمت و تحقیر از کودکس جنایی به کودکس گرجدانی آمده. سوال دیگری پیدا میشد که در حقیقت تا کدام اندازه غیر جنایی شدن تهمت و تحقیر از این بهتر و خوبتر شد، آیا حیات ژورنالیستان یا نه؟ در مجموع ممکن است گفتن که نه. یگانه دستاورد شاید این است که ژورنالیستان رو به محکمه نمیکشند برای تهمت، چون که این محض اون ماده هست که اکثر صاحب منصبان از طریق این ماده میخوان جذابیت ژورنالیستان رو. اما از اونه که ژورنالیستان دیگر به محکمه نمیشینند، حجم اون جریمه ها و اون قرارهای سود نسبت به وسایل اخباری عامه نسبت به ژورنالیستان هیچ نرمتر و بهتر نگردیده است. اون مثال عادیش اون است که خود شما گفتید، اون قضیه آخرینه که با امروز نیوز بود. ولی در همین اگر همین فکر رو ادامه دهیم، البته جریمه های بزرگ بسته می شوند. یکی از نشریه های محلی یاد دارم وقتی که جریمه خیلی بزرگ بستن در دادگاه، اون نشریه بسته شد. آیا این هم یک نمودی مثلا خیلی هم عاقلانه از بین بردن صدای مخالف نیست؟ حالا وقتی که خانم شهلا درباره کارهای دفاعیشون در مورد حقوقهای خبرنگاران صحبت میکردن، خدا بیامرز یمین جمعه طالب رئیس سردبیر نشریه پیکان به یادم اومد. ببینه متاسفانه یک نشریه با صاحبش از بین رفت، دیگر نیست، وجود ندارد. امروز وقتی که ما در پیشاروی آزادی، روزی آزادی بیان هستیم، وجود ندارد. ولی ما آیا میتوانیم با دست روی قلب بگذاریم و بگیم که واقعا ما به طور شایسته از آزادی بیان، از حق ژورنالیستا، از حق هم کسبای خودمان در تاجیکستان حمایت کردیم؟ ببینید، من همچنین گپی نداشتم که سازمان های بین المللی پشت در سفارت ها به خاطر دریافتی گران میگیرن، بلکه ادعای من این بود که پولی که برای دفاع از حقوق خبرنگاران برای ملت تاجیک وارد می شود باید به طوری حلال کرده شود، به گونه حلال کرده شود و یکسان از تمام خبرنگاران به شیوه یکسان دفاع کرده بشود. یعنی برای ما فرق نداشته باشد که این ژورنالیست نماینده رسانه بین المللی است، این ژورنالیستی خبرنگاری BBC است، یا خبرنگاری رادیوی آزادی است، یا که خبرنگاری شهرت اشت است، یا که نشریه نور زندگی است. و ما فکر میکنیم که جزایی که به محمد یوسف اسماعیلوف دادن جزای سنگینی بود. او بیچاره تا حاضر از در خیابان‌های سوخت روزنامه فروشی میکنه تا قرضی جریمه‌ای که اون نبستن اون پرداخت بکنه. و چرا؟ ببینید، وقتی که ما میگیم که از اورنبوی عثمانوف BBC حمایت کرد، پس این قدر سازمان های مدافع آزادی بیان
تا سفارت‌های مدعی آزادی بیان در تاجیکستان چرا این همه قدرتی را ندارن که یک رسانه با نام BBC داشته باشه؟ من فکر میکنم این ضعفی خود سازمان‌های بین المللی مدافع آزادی بیان و سازمان‌های داخلی مدعی آزادی بیان در تاجیکستان است که نمیتوانند به طور شایسته و به طور سزاوار از همکسبان خود از آزادی سخن در تاجیکستان دفاع کنند. ما باید این اشتباه خودمون اصلاح بکنیم، چون در پیشروی روز آزادی بیان قرار داریم. وقتی که ما این دعوا را میکنیم ما دلیل داریم. ببینید ما وقتی که برای گرفتن وکیل دفاع به سازمان‌های بین المللی به خاطر دریافت گرانت مراجعت کردیم، هیچ سازمانی حتی $50 برای ما کمک نکرد. ولی ببینید از بحث هایی که در صفحه فیسبوک دیده می شود، برای برگزار کردن روز آزاد یک جلسه در نیمروزی در روز آزادی بیان حدودی تا $9,000 تقاضا می شود. یعنی ببینید اگر مدیریتی درست وجود داشته باشد، اگر سازمان های بین المللی یا سازمان های مدافع آزادی بیان فعالیت شفاف داشته باشند، چرا برای مثلا گرفتن یک ادوکات یا که یک وکیل برای دفاع از حقوق ژورنالیست یا که آزادی بیان یا یک رسانه ما پول دادن نمیخوایم، ولی برای مثلا چای پیت یا که چیز میگن اونا کافی بریک ما میتونیم این قدر مبلغ های زیاد را صرف بکنیم. من فکر نمیکنم که در خود امریکا آگاه باشن که ما پول هایی که از مالیات این مردم جمع آوری می شود در کشور ما به چی کارهای صرف می شود. تشکر. البته در همین جا میخواهم با همین مشکلی که روزنامه‌نگاران تاجیک مواجه هستند صحبت امروزه را به پایان رسانم و خاطر نشان میکنم که در دوام بیش از 21 سال صاحب استقلالی تاجیکستان ده ها ژورنالیست تاجیک قربانی حمله های گوناگون شدند، آنها را کشتند، آنها را مجروح کردند، ولی آنها با سرسپردگی وظیفه خود را با سرسپردگی ادامه دادند و امروز هم اگر آزادی بیان در تاجیکستان تا جای رسیده است، در این آزادی بیان و در این آزادی مطبوعات سهم همان ژورنالیستان قربانی، سهم همان ژورنالیستان مظلوم، مجروح، زخمی خیلی زیاد است. میخوام با همین آرزوی و نیت نیک به همه روزنامه‌نگاران تاجیک، به همه دوستداران آزادی صحبت امروزه را به پایان رسانم و خاطر نشان میکنم که در صحبت امروزه روزنامه‌نگاران عدالت میرزا مؤسس هفته‌نامه ملت و روزنامه‌نگار شهلای اکابیر مؤسس و رهبری سازمان غیر دولتی خامه اشتراک داشتند. خدا حافظ شما.